مؤسسه دولتی کمونالی دوشنبه نقلیات خدمت رساند که مسئولیت تامین فعالیت نقلیات جمعیتی را در پایتخت تاجیکستان بر عهده دارد، روز 16 مارس سال 2023 در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که یک راننده ترالیبوس را برای پس زدن شأن و اعتبار یک دختر نابینا از کار راندند. شکایت شمگل موسینووا مادر این دختر روز 15 مارس در فیسبوک نشر شد. او نوشته بود که راننده ترالیبوس با وجود آنکه دخترش در دستش حجت معیوبی داشت، نسبت به او رفتار دغل کرده، دخترش را با لعن بد سخنان ناسزا گفته است. شرکت دوشنبه نقلیات خدمت رساند که معمولا به شکایت‌های ساکنان و مهمانان پایتخت به صورت فوری واکنش می‌کند نوشت: با وجود پیشروی‌های زیاد در سمت بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی نقلیاتی در پایتخت، بازم هستند رانندگانی که هنگام فعالیت مسافربری دیده و دانسته به کمبودی‌ها راه داده ناراضگی مسافران را در این سمت به میان می‌آورند. از جمله افزود از مؤسسه سال 15 مارس سال 2023 توسط شبکه‌های اجتماعی شکایت شهروند شمگل موسینووا دایر به دغلانه رفتار نمودن راننده خط‌سیر ترالیبوس رقم 4 نسبت به مسافر زن امکاناتش محدود یا نابینا انتشار گردیده سر و صداهای زیادی را نسبت به خدمت رسانی نقلیاتی به میان آورد. طبق سپارش شهرداری دوشنبه شکایت مذکور فوراً مورد بررسی و چاره‌جویی قرار داده شده از جانب رهبریت شرکت ترالیبوس بنابر سبب دغلانه رفتار نمودن نسبت به مسافر نابینا سال 16 مارس سال 2023 راننده خط‌سیر ترالیبوس رقم 4 رقم قید دولتیش 2002 باباخانوف سنت الله از کار آزاد کرده شده. همزمان برای خنک نظری در اجرای وظیفه‌هایشان نسبت به سردار مؤسسه رقم 2 ترالیبوس جلیل‌زاده معراج جزای انتظامی در نمود تنبیه داده شد. اینچنین رحمان و فردوس از وظیفه سردار شعبه استفاده بری مؤسسه رقم 2 شرکت ترالیبوس آزاد و به وظیفه پستر مهندس شعبه استفاده بری مؤسسه رقم 2 شرکت ترالیبوس گذرانیده شد. دوشنبه نقلیات خدمت رسان تاکید کرده است که مسئولین سوای نقلیات مسافربر پایتخت برای فراهم آوردن شرایط مساعد خدمت رسانی نقلیاتی به مسافران و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی نقلیاتی در پایتخت تمام تدبیرهای ضروری را می‌اندیشند.